ماریا حضور داره. آخه دیماریا سر توپ عالی داخل محوطه جریمه خود دیماریا و حالا پنالتی برای آرژانتین سود میزنه. مسی آرژانتینی، مسی به یاد دیگو مارادونا، گل اول واسه آرژانتین. به سر انداخت واسه همین توپشون لو رفت. مسی میاره به سمت راست، آلوارز پاس عالی تو فضای خالی، دو در مقابل یک هستن. مکالیستر میندازه، گل دوم واسه آرژانتین. آتش بازی آخر دیماریا تموم شدنی نیست. آرژانتین 2 فرانسه 1. یه حرکت توپگیری عالی موانی داخل محوطه داور سود میزنه و حالا پنالتی مقابل امباپه حرکت میکنه. امباپه میزنه بود نزدیک بود بگیره. قبونی کامان به کمکش اومد. رابیو یه ارسال، ضربه سر امباپه، پاسکاری قشنگشون. امباپه فرانسه برگشت، بازی میشه 2-2 مساوی. چه زهری میریزه کیلیان امباپه. مسی یک کنترل روی پای چپش، مسی میزنه ضربه‌اش رو و واکنش خوبه هوگو لوریسو به همراه داشت. کاپیتان شوت کاپیتان رو گرفت. داشت آرژانتین، لاوتارو، مسی فرصت داره اونجا. لاوتارو میتونه فرشتی آرژانتین باشه. لئو مسیه. آرژانتین 3 فرانسه 2. آرژانتین 3 فرانسه 2. دروازه ضربه سر بازیکن زده شد، محکم میزنه امباپه و بازم پنالتی. با بازی 3-3 میشه. سوت داور امباپه میزنه و خلاف جهت گلش کرد. بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه یه حرکت، یه اشتباه داخل محوطه و چه توپی گرفت مارتینز. نمیشه خود کیلیان امباپه درست هم رفته بود دیگه، مهمش رو بزنه یه مکس و چقدر راحت. ایزی کمان با پای راست روشو میزنه و گرفت امیلیانو مارتینز. یه حرکت میکنه امیلیانو مارتینز رفت سال بشه. 3 2 1 تموم کار. آرژانتین قهرمان جهان میشه.